سلام دوستان، امروز اومدم یه نرم افزار خیلی عالی بهتون معرفی کنم برای کسایی که رپ دوست دارن، رپ گوش میدن، مخصوصا اونایی که دوست دارن رپ بخونن. این نرم افزار مخصوص اوناست. خب کار کردن با این نرم افزار بسیار آسونه، یعنی هیچ کار اضافی شما نیاز نیست انجام بدین. حتی داخل نرم افزار میتونین تنظیمات برای صداتون انجام بدین، اکو بذارین، صداتون رو هماهنگ کنین و خیلی چیزای پیشرفته دیگه. خب حالا اینجا وارد نرم افزار میشیم، روی گزینه Editing Your Track میزنید. خب میبینید اینجا من یه سری قبلا امتحانی انگار انجام دادم و براتون میذارم. حالا اون یکی خودم امتحان کردم. اون بالا گزینه نیو رو میزنید که یه سری بیت آماده براتون میاره، شما میتونید از این بیتا استفاده کنین و حالا متنتون رو هماهنگ با این بیتا داشته باشین. خب من وارد نرم افزار بیشتر وارد میشم و میتونیم ببینیم که انگار اون بیتو براتون آورد. شما کافیه روی اون گزینه پایین بزنین و همراه و هماهنگ با بیت بخونید. بعد که تموم شد شما دوباره همون گزینه قرمز رو میزنید. از تنظیمات پایین میتونه صداتون رو با بیت هماهنگ کنین، رو صداتون اکو بذارین. در آخر و هم میتونین به صورت MP3 هم MP4 سیوش کنین. کار کردن باش بسیار آسونه. امیدوارم این ویدیو براتون آموزنده باشه و لینک نرم افزار و اسمش رو داخل کپشن براتون میذارم. خسته نباشید. قبل ولنتاین پیوی بلاک میزد، فضول نبود ولی با همه لاس میزد. چند سال عمرمو گذاشتم پاش، از ما بهترون گذاشتن لاش. دورشو زد اومد سراغ ما،